اسب بودن آورده در حال پذیرایی مثلا. یا الان دارین چه مکه اینا؟ ها؟ غذا برای کی درست بکنی؟ برای مهمونا غذا قلیه جو راست زونی ها نه؟ تو چه مکی؟ من دارم آشپزی میکنی. آش نیست، آش هارکو. من غذا برای مهمونا میذارم. بذار مهمونا بیان بعد غذا بذاری. نه الان مهمونا نمیخورن. شما دو تا دیوانه این دیوانه شرد و پردین شما شرد و پرد. چی بخورن؟ هیچی نیست. کوبیده خلال فعلا نیست الان.